ادبیات شناسی را یا منتقدی را درباره نویسنده می‌خواهید. مخاطبان کتاب حوادث روزگار من برای بحث در اطراف آن جمع شدند. مؤرخان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران. اکثر آنها از این کتاب که از سوی یک صاحبکار نوشته شده است استقبال کردند. به حیث مؤرخ میگم که وقتی که ما تاریخ سیاسی و اقتصادی رو با هم مینویسیم یا فرهنگی، بیشتری همین جنبه‌های اقتصادی که در کتاب‌های تاریخی ما هستند ضعف دارند، به خاطر اینکه اونها بر اساس آماری هست نوشته شدن که نه راستیشون معلوم است نه نادرستیشون. و اینجا چون از بیهقی بسیار مثال زیبا میارن عبدالخلیل، هر چیزی که نوشتن مستند است، یعنی از دیده و از شنیده ها و از اون چیزی که ایشان تجربه کرده. کتاب حوادث روزگار من قسمت دوم یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده است. بخش اول خاطره‌های او با نام ماجرای رفته 5 سال پیش نشر شده بود. کتاب اول واقعه‌های جنگ شهروندی و بخش دوم آن که تازه نشر شد حوادث کشور را بعد امضای سازش صلح در بر می‌گیرد. در کتاب حوادث روزگار من مؤلف از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پست شدن سطح فرهنگ و تعلیم نگرانی کرده است. در برابر توصیف‌های زیاد از این کتاب بعض انتقادهای هم در نشست صدا داد. زبانشم درست است، قوی است، لیکن بعضاً یک کلمه های عربی کارفرموده می شود به نظرم همه نمیفهمند. در نشست به محدود شدن آزادی‌ها در کشور هم اشاره شد. یک برد اساسی کتاب حوادث روزگار من به نظر شرکت‌داران این بود که مؤلف با جسارت چند مشکل جامعه را آشکارا گفته است. همچون ژورنالیست تصور میکنم که برای نوشتن این کتاب برای مؤلف دو چیز لازم بود. فکر میکنم هم جسارت و هم دیپلمات بودن. جسارت برای ابراز فکر خویش و دیپلمات بودن برای دانستن حد تا چه حد چیز را گفتن ممکن است که عاقبتش بخیر باشد. کتاب حوادث روزگار من بجز کریلی با حروف فارسی نیز نشر شده است. چاپ خاطرها در میان چهره‌های سیاسی و فرهنگی تاجیکستان در سالهای اخیر چندان معمول نیست. روشن نیست که دیگران تا کجا از این کار عبدالخلیل خالقزاده پیروی میکنند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.